دو شهروند تاجیکستان سالهای تولدشان 2004 و 1990 با اتهام قتل بیرحمانه و غارت کارفرمایشان در شهر چکال نیولات طولای روسیه عیبدار میشوند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه ایرینا ولک خبر داد که هر دو گمانبر را با ایزی گرم دستگیر کردند. گمانبر 18 ساله روز 5 آگوست ساعت 10 در فرودگاه ژوکوفسکی هنگام کوشش فرارش به تاجیکستان دستگیر کرده شده است و گمانبر دوم ساعت 12:25 در ولایت لنینگراد. نشریه محلی خبر داد که سبب مناقشه بین کارفرما و مردکاران میتواند از پرداخت پول طلب کرده مردکاران سرکشی کردن کارفرما شده باشد. به هر وجود به این دو مهاجر تاجیکستانی اکنون برای کشتار بیرحمانه و غارتگری طبق قانونهای روسیه تا حبس عمرباد تهدید میکند. بنا به فرضیه تفتیشات روز 4 ایون سال 2022 دو مهاجر که در حوله صاحبکار 52 ساله از شهر چکالین و همسر 50 ساله او کارهای خواجگی را انجام میدادند با مقصد غارت پول و مال به صاحبخانه حمله کردند. در نتیجه لطوکوب مرد در جای حادثه جان داده است. سپس مردکاران همسر او را لطوکوب کرده با تهدید با کارد مجبور کردند که در سیفش را گشاید. بعد این آنها بیش از 2 میلیون رو بوده دست و پای زن را بسته او را به حبس پرتافتند و خودشان رو به فرار آوردند. زن توانست از بعد رفتن آنها دست و پایش را گشاده از آب برآید و به پلیس زنگ بزند. پلیس به جای حادثه شهر چکالین ولایت طولا آمده جسد شور این زن را پیدا کردند. پلیس علامت‌های خود ارینتراف که گمانبران را بلافاصله پنهان کرد و علاقه ساعت 2:00 پلیس فرودگاه دمه دید و یک جای با کارمندان مرزبانی در فرودگاه ژوکوفسکی گمانبر اول شهروند 18 ساله تاجیکستان را دستگیر کردند. ساعت 12:25 گمانبر دوم را کارمندان پلیس در ولایت لنینگراد بازداشت کردند. ریاست تفتیشات ولایت طولا خبر داد که در رابطه با این حادثه بر اساس چند بند کودکس جنایتی روسیه قسم دوم ماده 105 کشتار گروهی، ماده 162 غارتگری و قسم سوم ماده 30 قسم دوم ماده 105 سوء قصد به کشتار گروهی پرونده جنایتی گشودند. به زادگان تاجیکستان برای غارتگری از 8 تا 15 سال زندان و برای کشتار و قصد کشتار از 8 تا 20 سال زندان و حتی حبس عمرباد تهدید میکند.